فکرت نیستن. تو خودت باید به فکرت باشی، تو خودت باید سرنوشت تو رقم بزنی، تو خودت باید تو عرصه زندگی تصمیم بگیری. پدر و مادر تو عشق خودشونن، تو زندگی خودشونن، به فکر پسراشونن، به فکر تو دختر نیستن که فردا موهات مثل دندونات سفید بشه و هیچ کس در خونت نزنه و بعد دنبال این ملا و اون ملا بیفتی و تعویض بخت باز کن بگیری. میگه حرفای این جوان دلم رو بود، گفتم راست میگی. صحبت ها تلفنی شروع شد، نامه ها رد و بدل شد، سپس قرار ملاقات ها به پارک ها که محلی شده برای دختران فراری و پسران قراری، پارک هایی که محلی شده برای فساد بنگاه. متاسفانه مسائل غیر اخلاقی و دینی فضای سبز رو به فضای جهنمی تبدیل کردن که یکی از دوستانم تعریف میکرد، یکی از علما، اسمشو نمیخوام ببرم، میگفت رفتم توی یک شهرستانی مهمان بودیم، میزبانمون نبود، تو پارک رفتیم برای وضو و نماز. خانومم میگه وقتی رفتم تو وضو خونه دیدم که یک دختر خانومی یه همه وسایل آرایش تو کیفش، تو دستشویی داره با خودش ماتیک میزنه و سرخاب میزنه و به اصطلاح فرم روش موشو عوض میکنه. گفتم خواهر اینجا شوهرت میخواد بیاد تو وضوخانه، تو دستشویی که تو داری اینجا ماتیک میزنی خودتو. ما شنیده بودیم که خانومها باید تو اتاق خواب و برای شوهر خودشونو آرایش کنن، تو آمدی تو دستشویی وضوخانه. گفت نه، قرار دوست پسرم بیاد، من تو خونه جرأت نمی کنم مبادا بابام بفهمه، میام اینجا ماتیک و سرخاب میزنم و برای دوست پسرم خودم آماده میکنم. بابیلاست، های پدر، بهت بر نخوره، به من بر نخوره، منم پسر دارم، منم دختر دارم، شما هم پسر و دختر داری. اون دختر خانم گفت که قرار گذاشتیم تو پارک، مرتب رفت و آمد و رفت و آمد، با هم دیگر عکس گرفتیم، گفتن قرار با هم زن و مرد بشیم. بالاخره خلوت ها انجام شد که ناگهان من رو به عمل منافی عفت یعنی به زنا دعوت کرد. گفتم این دیگه نه، برو گم شو. تو اگر قرار دست به این بزنی باید عقد اسلامی و ازدواج اسلامی صورت بگیره، وگرنه من حاضر نیستم. پدرم حاجیه، مکه رفته، مادرم تهجدش قضا نمیشه، خودم تلاوت قرآن میکردم و تا امروز پسر عموم منو ندیده، چطور من بیام با تو زنا بکنم؟ گفت نمی کنی اشکالی نداره، عکساتو تو دنیا پخش میکنم، تو موبایلم فیلم تو گرفتم بلوتوث میکنم، تو دنیا آبروت بره. آی برادر، آی خواهر، آی مادر، این جوان پیامشو، این دختر پیامشو داره میرسونه به تو و به من. میگه هرچه کردم که نکن، بگذار عقد بخونیم، ازدواج بکنیم، حلالت بشم. گفت بابا چه فرقی میکنه، قرار ما پس فردا 1 ماه بعد عروسی بکنیم، همین الان این کار رو انجام میدیم، مشکلی نیست. هرچه زور زدم تهدیدم کرد که آبروت میبرم، به خاطر آبروام و اعتمادم که بهش داشتم قسم خورد، با من زنا کرد و سپس حیثیت و عفت منو لکه‌دار کرد و گذاشت و رفت. بعدش زنگ زدم که های جوان بیا، چرا تنها گذاشتی؟ حالا که بزرگترین سرمایه دولت وجودم رو بردی، چرا منو گذاشتی؟ من آبرو داشتم. گفت برو گم شو، تو اگه آبرو داشتی با یه دوبه پسر نامحرم رفت و آمد نمی کردی و به این بلا گرفتار نمی شدی. این خواهر ماست، این دختر ماست، این از جامعه ماست. چرا امروز داریم به طوره گول نفهمی خود ما رو میخونیم و گول سادگی؟ المؤمن غر کریم، مؤمن و مسلمان ساده است. این پیام رو به همه خواهران و دختران برسونید، مبادا گول چین افراد بخوره. یکی دیگه از استان دور دستم زد، خدا گواهه که اگر این دروغ باشه زبانم از کامم در بیاد. میگفت پسر عموم به من جنایت کرد، زن داشت ولی با من پیشنهاد ازدواج داد، رفت آمد و نهایتاً کاری که نمیخواست انجام بگیره انجام گرفت و الان مثل دستمال کاغذی منو انداخت گوشه خیابون. چه کار کنم؟
گفتم خواهرم چرا اول زنگ نزنی مشوره بکنی؟ برو بالا از پسرمو فراتر که این قضیه رو جناب حافظ شاهده که دختر خانمی زنگ زد گفت فلانی. موبایل خیر شاهی رو گرفتم گفتم درسته، زد زیر گریه. خودشون خواسته من صحبت بکنم، قرار نیست راز هر کس فاش بکنم. گفت نجاتم بده، کمکم کن. گفتم چیه خواهرم؟ گفت از دست برادرم نمیتونم تو خونه تنها باشم، تا تنها میشم برادرم به من قصد سو داره. امت رسول الله به کجا رسیده؟ یا رسول الله، اگر امروز تو بیایی و بخوای امتو شناسایی بکنی، هرگز نخواهی شناخت امتی که تا دیروز پاک، صاف، ایمانی، روحانی، قرآنی، دینی، امروز اینقدر پس شدن که حتی به نزدیکترین افرادشون چرا فیلم های مبتذل و سوپر و سیکس رو میبینن، هیجانی و شهوتی میشن، اصلا حالشون نیست. گفتم خواهرم مواظب باش، چرا به کسی نمیگی؟ گفت از ترس آبروم میترسم آبروم بره. چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت نامزد دارم ولی برادرم اینقدر پسته که امروز ظهر که تنها بودم ناگهان داخل خانه آمد و به سر و کلم فرید و تا زمانی که کار خلاف عفت و انجام نداد رهایم نکرد. اون موقع ما انتظار داریم که چرا فلسطین زنان مسلمان زیر بمباران‌های شیمیایی و اتمیه اسرائیلی ها له میشن؟ چرا دعای مسلمان ها قبول نمیشه؟ چرا دعاها بالا نمیره؟ به خاطر این فاسد اجتماعی است. جوون مکنید، آی جوون تاجر آباد، زلزله بیاد همه ما رو ببله. با این همه مفاسد باور کنید اینقدر از این تلفن ها هست که مجبورم کرد که بالاخره بیام تو عرصه و از این مسئله بزرگ و این فاجعه و تراژدی عظیم پرده بردارم، بلکه شاید این صدام به داخل خانه ها به خواهرای نوجوانم برسه، به پسرای نوجوان برسه، به پدرها برسه که مواظب باشید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.